بیا با خوبان باش بر سفره قرآن، با میوه ایمان نوش از دل و جان. سرت رو بالا بگیر چون که مسلمانی، در دنیا میهمانی فرزند قرآن. ابوبکر و عثمان، علی کرار و عمر ابن خطاب و نبی اکرم، همه در یک راهن، یک خط و یک مقصد، یک مذهب و مکتب، خورشید اسلام. بیا اشک یتیم را قطره قطره برچین، از روزی خود بده در راه اسلام. صدقه بده هر روز در کار روزانه، تا که شوی پیروز نصر من الله. صدقه بده هر روز در کار روزانه، تا که شوی پیروز نصر من الله. یا الهی یا خدا، همگی خطاکاریم، پر جرم و عصیانیم، تو ببخش ما را. یا الهی یا خدا، همگی خطاکاریم، پر جرم و عصیانیم، تو ببخش ما را. اگر از درگاهت ما را نبخشی وای، ما را نیامرزی رحیم و رحمان. اگر از درگاهت ما را نبخشی وای، ما را نیامرزی رحیم و رحمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. رواه البيهقي. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر،
السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشحال هستیم از اینکه یک بار دیگر چهره‌های نازنین شما عزیزان را زیارت کردیم. از یک طرف خوشحال و از یک طرف غمگین از این هست که از سرزمین دوست چند روزی به تأخیر افتاد و خوشحال از این هستیم که بندگان مخلص و بندگان محبوب الله را بار دیگر زیارت کنیم. امروز در جمع ما مهمان عزیز جناب مولوی سیب فهیم که از جوانان پرتلاش و داعیان الله از مرکز افغانستان از کابل در جمع ما و شما تشریف آوردن و از صحبت‌هایشان استفاده کردیم. خوشحال هستیم. تشریف آوری این بزرگوار را به آستان حضرت پیر هرات خوش آمدید میگوییم. الله سبحانه و تعالی چنین علمای با درد و با درک را حفظ بفرماید و برای همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید. سروران عزیز و بزرگوار، در هر کار حکمت هست. اگر سفر تأخیر می شود حکمت هست، اگر انسان کار و معاملهش تا حتی سر نمی گیرد باز هم حکمت هست و نرفتن ما هم در این سفر که در طی هفته گذشته حتما حکمتی خواهد بود و انشاءالله در هفته که پیش رو هست انتظار سرزمین حرمین شریفین می باشد. هر لحظه که انسان در هر گوشه‌ای از دنیا باشد و ارتباط با الله سبحانه و تعالی داشته باشد، همان لحظاتش با عظمت و با عزت هست. حکمت در این بوده که این هفته بمانیم و ارتباط به اتباع سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و ارتباط به اطاعت از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بحث داشته باشیم. بحث این هفته ما پیرامون سنت هست. امروز در جامعه اسلامی و کشورهای اسلامی و ملتهای مسلمان سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و طریقه جناب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم تا اندازه کم شده. سروران عزیز، آیات زیادی داریم ارتباط به پیروی از سنت، احادیث زیادی داریم ارتباط به اطاعت از سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. زندگی ما زمان خوشبخت می شویم و یا زمانی به تعالی و ترقی می رسیم. زندگی یک مسلمان زمانی به فلاح و رستگاری سوق داده می شود که او زندگی با طریقه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. آیات زیادی هست. الله سبحانه و تعالی در سوره حشر جزء 28 آیه 7 می فرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه. او چیزی که پیامبر برای شما میدهد و دستور میدهد و امر میکند بگیرید.
و ما نهاکم عنه فانتهوا، و از آن چیزی که شما را باز می دارد و شما را منع می کند شما خود را باز بدارید. واتقوا الله، بترسید از الله. یعنی اگر نافرمانی پیامبر را کردید و سنت پیامبر را رها کردید، از الله بترسید که ان الله شدید العقاب، خداوند سخت عذاب کننده است و عقوبت سخت و عذاب سخت را الله سبحانه و تعالی مهیا کرده برای انسانهایی که نافرمانی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بنمایند. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی در جزء سوم سوره آل عمران آیه 31 می فرماید قل بگو ای پیامبر ان کنتم تحبون الله، اگر می خواهید که الله شما را دوست بگیرد، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر الله را دوست دارید، محبت الله را دوست دارید و میخواهید الله شما را به عنوان دوست انتخاب کند، فاتبعونی، پس از من پیروی کنید. رسول معظم اسلام میفرمایند. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی در جزء پنجم سوره نساء آیه 80 میفرماید من یطع الرسول، کسی که اطاعت از پیامبر بکند، فقد اطاع الله، به تحقیق که اطاعت از الله کرده است. آیات زیادی هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ای پیامبر کسی که از تو پیروی نکند و تو را به عنوان حاکم در اختلافات خود و مشاجرات لفظی خود قرار ندهد او ایمان ندارد. آیات زیادی هست. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت از خدا و رسول آمده است. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما، کسی که اطاعت از الله و رسول بنماید، خدای تبارک و تعالی فوز و فلاح و رستگاری نصیبش می کند. آیه دیگر هست و من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. آیات زیادی هست در قرآن عظیم الشان که اطاعت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لازم و ضروری برای مسلمان هاست. احادیثی که تلاوت شد، رسول معظم اسلام می فرمایند ارتباط به اتباع سنت، اطاعت از سنت، می فرمایند من تمسک بسنتی، کسی که چنگ بزند به سنت من، در چی وقت؟ عند فساد امتی، در وقت فساد امت. چقدر پاداش داره؟ فله اجر 100 شهید، برای این انسان مزد 100 شهید داده می شود. آیا وقت فساد امت نرسیده؟ آیا امروز فساد از هر طرف، ظهر الفساد فی البر والبحر نشده؟ در خشکی و تری آیا ظهور فساد و همچنین مسائل بیبندوباری و اینها به وجود نیامده؟ چرا؟ هر طرف را که نگاه کنیم فساد هست. پس در وقت فساد اگر انسانی یک سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را زنده می کند و جامه عمل می پوشاند و با او سنت زندگی خود را عیار می کند و عامل سنت می شود، مزد و ثواب 100 شهید داده می شود.
چی مقامی، چی منزلتی. در حدیث دیگر حضرت ابو هریره روایت میکنن که پیامبر اسلام فرمودن همه امت من داخل بهشت میشوند، همه امت من داخل بهشت میشوند مگر الا من ابا، کسی که ابا بورزد. صحابه عرض کردن یا رسول الله برای ما بگویید که من ابا، چی کسان ابا میورزند؟ ابا چی تفسیری دارد؟ رسول معظم اسلام میفرمایند من اطاعنی دخل الجنه، کسی که اطاعت از من بنماید داخل بهشت می شود. و من عصانی فقد ابا، کسی که نافرمانی مرا بکند به تحقیق که او ابا ورزیده است. پس بناءً کسی که سنت پیامبر را انجام میدهد و عامل به سنت پیامبر هست و عشق به سنت پیامبر دارد دخل الجنه، داخل بهشت می شود. و کسی که نافرمانی از پیامبر بنماید و سنت پیامبر را ترک کند، اینجا رسول معظم اسلام می فرمایند این انسان انسان سرکش هست، این انسان انسان طغیانگر هست، این انسان انسان نافرمان هست. در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای صحابه توصیه های دارن، نصائی دارن و در اخیر توصیه ها و نصائی خیش می فرمایند که روزی می آید که امت من دچار اختلاف می شوند، اختلاف های زیادی بر امت پیدا می شود، چندین گروه می شود، مذهب های مختلف پیدا می شود، روش های مختلف پیدا می شود، طرق مختلف پیدا می شود و به نام دین خلاصه حرف های پایین و بالا گفته می شود. به صحابه میگن شما متوجه باشید که به چنین اختلافات کثیر شما روبرو می شوید. صحابه عرض کردن یا رسول الله زمانی که اختلاف بیاید، زمانی که هر کس به نام دین چیزی را مطرح کند، در آن روز مسلمان ها چه کار باید کرد؟ چه کار باید بکنن؟ سوالی که بعضی از دوستا همیشه در ذهنشان می آید که هر کس یک حرف را می گوید، فلان مذهب و فلان مذهب و فلان مذهب و فلان طریقه و فلان طریقه و فلان، ما به کدام راه برویم؟ امروز در این اعجاز و این معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که میبینیم طریقه های مختلف، مذاهب مختلف. حالا از این قول پیامبر صلی الله علیه و سلم طرق حق را هم میدانیم، مذاهب حق را هم میدانیم، روش های حق را هم میدانیم، مسلمانان واقعی را هم میدانیم. و بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن هر زمانی که شما متوجه اختلاف های بسیاری شدید فعلیکم، پس بر شما هست چی؟ سنتی و سنت خلفاء الراشدین المهدیین، برای شما سنت من هست و سنت خلفاء الراشدینی که آنها هادیان و انسانها را به طرف هدایت راهنمایی میکنن. پس متوجه باشید که بر طریقه من و بر طریقه خلفاء الراشدین، و در روایت دیگر می آورد اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، صحابه من مثل ستارگانی هستند که به هر کدامشان اقتدا کنید هدایت می شوید. اگر طریقه های مختلف، مذاهب مختلف، هر مذهبی و هر طریقی بر طریقه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم برابر بود، بر طریقه خلفاء الراشدین برابر بود، بر طریقه اصحاب پیامبر برابر بود، او طریقه و او مذهب بر حق و طریقه بر حق هست. اما غیر از این
غیر از سنت پیامبر و غیر از سنت صحابه و خلفاء الراشدین نمی شود هر کس ادعای مذهب و طریقه و راه و روش دینی کرد. پس بناءً در این حدیث رسول معظم اسلام می فرمایند فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سنت مرا محکم بگیرید، سنت خلفاء الراشدین را محکم بگیرید، سنت صحابه را محکم بگیرید تا اینکه شما گمراه نشوید. اگر از سنت من و سنت خلفاء الراشدین و سنت صحابه از اینها اگر شما دور شدید و از پیش خود احکام دینی را ساختید و عمل کردید چه کار می شوید؟ متوجه باشید و ایاکم و محدثات الامور کل محدثة بدعه و کل بدعة ضلاله. متوجه باشید که غیر از راه پیامبر، غیر از سنت پیامبر، غیر از سنت صحابه و سنت خلفاء الراشدین هر کس موضوعی را بیاورد از پیش خود که مخالف سنت، مخالف قول صحابه و خلفاء الراشدین باشد او بدعت هست. بدعت چگونه هست؟ هر نوع پیدا بدعت هست و هر بدعت گمراهی هست و در روایت دیگر می آورد و کل بدعت ضلاله و کل ضلالت فی النار. هر نوع پیدای گمراهی هست، هر گمراهی آتش جهنم هست. پس بناءً اگر کسی قولی را بیاورد به عنوان عبادت و به عنوان دین که مخالف سنت پیامبر باشد، مخالف سنت خلفاء الراشدین باشد، مخالف سنت اصحاب پیامبر باشد، او مردود هست. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد او کما قال. کسی در دین چیزی را اضاف بکند که او در دین نباشد او رد است، او مردود هست، او مورد قبول درگاه الله سبحانه و تعالی نیست. بناءً آیات زیادی و احادیث زیادی داریم ارتباط به این که پیروی از پیامبر، پیروی از سنت پیامبر، خلاصه اتباع سنت پیامبر و اطاعت از سنت پیامبر را می نماید. برای هر مسلمان لازم و ضروری است که عاشق سنت باشد، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را با جان و دل بپذیرد و قبول کند. صحابه عاشق سنت بودند. حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سایر صحابه اینها همه عاشق سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودند. سنت یعنی چی؟ وقتی میگیم سنت در لغت به معنای سیرت و روش، اما افعال پیامبر در اصطلاح شریعت اقوال پیامبر، افعال پیامبر و تقریر پیامبر این را میگن سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. قولی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که به زبان مبارک خود برای ما بیان کردن این سنت هست برای من و شما. فعلی که پیامبر انجام دادن، عملی را که انجام دادن برای ما سنت هست. کاری که به محضر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم صورت گرفته و پیامبر او را تایید کردن و یا اینکه سکوت کردن، از کنار او عمل گذاشتن، او هم برای ما سنت هست. پس سنت قولی هست، سنت فعلی هست و سنت تقریری هست که برای مسلمان ها لازم و ضروری هست که با سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پایبندی خاص داشته باشیم. من خیلی خوشحال شدم که این جمعه ماندم و به این سفر نرفتم، به خاطر اینکه دیشب به فکر افتادم، گفتم که وقتی با او سرزمین بروی چی دستاویز داری؟ خیلی خوشحال شدم که این جمعه ماندم، گفتم فردا از سنت پیامبر میگویم که وقتی در محضر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر شدم بگویم ای رسول خدا، لحظاتی که طرف شما می آمدم با امت شما سنت شما را معرفی کردم.
این دستاوردی باشد برای من حقیر. این حرف باشد که به رسول نازنین بگویم که برای عاشقان شما، برای دلباختگان شما، برای اشخاصی که از عشق شما فریاد و ناله میزنن، برای اونها سنت شما را معرفی کردم. آنقدر خوشحال شدم وقتی این در ذهن من آمد که فردا تو وقتی میمانی به این سفر نمیری، حکمت در این است که تو از سنت پیامبر برای عاشقان پیامبر بگو و بعدا رأس پار سرزمین دوست بشو. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم سنت های فراوانی دارن. صحابه عاشق سنت بودن. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه روزی نشسته بودن، غلامی آمد برای ایشان کاسه غذای آورد. حضرت ابوبکر صدیق این غذا را تناول کردن. وقتی که خوردن لحظاتی تیر شد، صدا کردن غلام را، گفتن بیا این غذا را از کجا آوردی؟ گفت که ای امیر المؤمنین یا ای صدیق اکبر، من در دوران جاهلیت فالبین بودم، فال می دیدم. امروز از بازار عبور می کردم، شخص را در دوران جاهلیت فالش را دیده بودم. امروز برای من پول داد که همان فالی که به جاهلیت دیده بودی این پول تو هست. صدیق اکبر گفتن این پول از راه فالبینی به دست تو آمده بود، برای من غذا آوردی؟ گفت بله. جا در جا صدیق اکبر انگشت بر دهن گذاشتن، آنچه که خورده بودن پس بیرون انداختن، به اصطلاح من و شما قی کردن و بعد گفتن که رسول معظم اسلام پول فالبینی و جادوگری را حرام قرار داده. چگونه صدیق اکبر چنین قضایی که پیامبر او را حرام گفته به شکم از صدیق اکبر برود؟ ای ابوبکر صدیق چنان عاشق بود با قول پیامبر، گفتار پیامبر، که قضایی که در شکم ابوبکر رفته او را برمیگرداند. این را میگن عشق صحابه، عشق ابوبکر با سنت پیامبر، با قول و گفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، عمر فاروق، روزی در طواف میخواستن کعبه معظمه طواف کنن، آمدن مقابل حجر الاسود استاده شدن، گفتن ای حجر الاسود تو یک سنگ بیش نیستی. اگر رسول الله را نمی دیدم که تو را بوسه میزد، اگر پیامبر را نمی دیدم هرگیز عمر تو را بوسه نمیزد، ولی وقتی رسول الله را دیدم که تو را بوسه میزند، ابو عمر هم تو را بوسه میزند. چقدر عاشق سنت بودن، چقدر در حالتی که حضرت عمر میگه اگر پیامبر تو را بوسه نمیزد من هم بوسه نمیزدم، حالا که پیامبر تو را بوسه زده عمر هم بوسه میزند. چقدر عاشق سنت بودن. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه، خلیفه سوم اسلام، روزی در اثنای وضو ساختن، در اثنایی که وضو می ساختن تبسم کردن، خندیدن. یارانی که استاده بودن گفتن که ای خلیفه مسلمان ها چرا تبسم کردید؟ این چی مناسبتی داشته که در وقت وضو ساختن کسی در اطراف شما نیست، بحثی به میان نیامد، شما تبسم کردید؟ عثمان ذوالنورین میگوین روزی رسول معظم اسلام وضو می ساختن، در قسمت وضو ساختن تبسم کردن، من خواستم که این سنت رسول الله را انجام بدم. اینقدر عاشق سنت بودن. حضرت علی کرم الله وجهه، خلیفه چهارم اسلام، عبدالله ابن ابو رافع روایت میکند، میگه نماز عید را خواندم، آمدم به محضر حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، آمدم به محضر ایشان بعد از نماز عید. حضرت علی کرم الله وجهه سفره را انداختن، در وسط سفره نان جوین گذاشتن، نان جو شروع کردن به خوردن. حضرت عبدالله ابن ابو رافع میگوید که ای امیر المؤمنین
شما چرا در دسترخوان خیش نان جوین گذاشتید، نان جو گذاشتید و تناول میکنید؟ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میفرمایند که ای عبدالله، من رسول الله را چنین مشاهده کردم که از نماز عید برگشته بودن، به دسترخوان رسول الله نان جوین بود، نان جو بود که تناول میکردن و میخوردن. علی هم میخواهد که سنت پیامبر را انجام بدهد. اینها عاشق سنت بودن، مو به مو طریقه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را انجام میدادند. یکی دیگر از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که از سفر برمیگرده، رو به طرف از مدینه منوره طرف مکه مکرمه می آید، در وسط راه با کاروان میگوید اینجا بیستید. این صحابه میره و در یک گوشه می نشیند، لحظاتی می نشیند، بعد از لحظات حرکت می کند. یاران میگویند که ای اصحاب پیامبر، ای صحابه پیامبر، شما چرا اینجا لحظه ششتید، خستم نشده بودید؟ بالاخره چرا اینجا قرار گرفتید؟ او صحابه میگوید من همراه رسول الله از این راه عبور میکردیم، رسول معظم اسلام اینجا لحظات نشسته بودن، خستگی خود را رفع میکردن، من به خاطر که سنت پیامبر اجرا شود اینجا نشستم. صحابه عاشق سنت بودن، اصحاب پیامبر عاشق سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودن. به همین است که حضرت سعدی علیه الرحمه می فرماید محال است سعدی که راه صفا، یا در ابتدا میگوید خلاف پیامبر کسی ره گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. مپندار سعدی که راه صفا، توان رفت جز در پی مصطفی. محمد عربی که آبروی هر دو سراست، کسی که خاک درش نیست خاک بر سر او. انسان باید عاشق پیامبر باشد. عشق به زبان نمی شود کسی بگوید من عاشقم. انسانی که عاشق می شود خواب ندارد، انسانی که عاشق می شود خوراک ندارد، انسانی که عاشق می شود جستجو می کند تا اینکه کار را انجام بده که خوش معشوقش بیاید. این انسان عاشق هست، کاری میکنه که در دنیا انجام بده که معشوقش متوجه او شود. بناهن باید یک مسلمان وقتی میگه من عاشق پیامبرم، من پیامبر دوست دارم، باید فعلش فعل پیامبری باشه، قولش قول پیامبری باشه، نشستش نشست پیامبری باشه، تمام حرکاتش، خوردن و نوشیدنش همه مطابق به طریقه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. بناهن ما میگیم ما امت پیامبر هستیم. با ادعا میشود کسی بگوید من بره در کشور پاکستان بگه من پاکستانیم، فورا از اون مدرک پرسان میکنن، بده مدرک خود. مدرک نداشته باشه فورا او را پلیس میگیره و دستگیر میکنه، رد مرز میکنه. کسی میتواند در ایران بگه من ایرانیم، اگر بگی ایرانیم میگه بده مدرک. کسی میتونه در اروپا، کشورهای اروپایی بگه من اروپاییم، امریکاییم، افریقاییم، میگه مدرک بده. ولی در کشور خود تو برادر مسلمان در هر جا که هستی، وقتی از تو پرسان بشه که از کجا هستی میگه من افغانم، فورا مدرک میدی، سند میدی، تذکره نشان میدی، پاسپورت نشان میدی، آزاد هم در کشور خود میگردی، کسی برای تو کار نداره. ولی وقتی برای من و تو میگن امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، باید مدرک نشان بده. آیا اعمال ما به طریقه جناب محمد رسول الله برابر هست؟ آیا سیرت ما، صورت ما، قیافه ما، زندگی ما، خورد و نوش ما اگر با طریقه جناب محمد رسول الله برابر بود، ما میشیم امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم.
بناهن سنت پیامبر در زندگی انسان خیلی نقش داره. سروران عزیز و بزرگوار، سنت پیامبر چی هست؟ وقتی این همه آیات میگه شما سنت پیامبر را انجام بدید، من یطیع الرسول فقد اطاع الله، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. آیات زیادی هست، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. آیات زیادی هست، و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. سنت پیامبر چی هست؟ همه خوبی ها، همه زیبایی ها، همه اینها سنت پیامبر هست. هر جا خوبی میبینید، زیبایی میبینید، هر جا درخشندگی میبینید، هر جا خلاصه اعمال شایسته و نیکویی هست، آن سنت پیامبر هست. در هر جا که میخواهد باشد. الحکمت ضال المؤمن. هر جا که خوبی هست، او خوبی های سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. حالا خواه در اروپا هست، بعض انسان ها چی میگن؟ خارجی ها از ما بهترترن. چرا؟ خارجی دروغ نمیگه، خارجی غیبت نمیکنه، غربی خلاصه به عهد خود وفا میکنه، ما مسلمان ها نعوذ بالله دروغ میگیم، غیبت میکنیم. خب برادر عزیز، این تو هستی که دروغ میگی و غیبت میکنی. نگاه بکن که آیا دروغ پیامبر به تو تعلیم داده؟ آیا غیبت پیامبر به تو تعلیم داده؟ آیا وعده خلافی پیامبر به تو؟ اینا همه بدبختی های دنیای غرب که برای من و تو آورده، خوبی ها و سنت پیامبر را از بین من و تو گرفته برای خود. اگر در دنیای غرب غیبت نیه، تهمت نیه، دروغ نیه و خلاصه وعده خلافی نیه، او همه زیبایی های تو مسلمان هست. این بدبختی هایی که چم و فریب و حیله و مکر و اینها همه بدبختی های غرب که برای من و تو عوض کرده. من و تو هم ندانستیم، فریب خوردیم و اونها را گرفتیم. بناهن سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سنت های زیادی هست. از بین دریاهای سنت، هزاران سنت، میلیون ها سنت، چند تایی را مختصرا بیان میکنم. از سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اول ایثار و فداکاری یک سنت پیامبر هست. مسلمان باید ایثار داشته باشه، فداکاری داشته باشه. نمی شود یک را تشریح بدیم اما فهرستوار میگذرم. دوم اخلاق نیکو سنت پیامبر هست. سوم شجاعت سنت پیامبر هست. چهارم کمک به مستمندان سنت پیامبر هست. پنجم همکاری با ضعیفان، دست یک موسفید را گرفتن از جا بلند کردن، بار یک کس را بر دوش گذاشتن تا نزدیک خانهش بردن، اینها سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. نوازش یتیمان سنت پیامبر هست. احترام به بزرگان سنت پیامبر هست. مشفق به خردسالان سنت پیامبر هست. شماره دهم رسیدیم. تجارت کردن سنت پیامبر هست. تاجر وقتی تجارت میکنه او سنت پیامبر را انجام میده، به شرطی که تجارتش معامله شرعی و قرآنی و اسلامی باشد. یازدهم کارگری. تو برادری که از صبح تا شام بیل میزنی، کلنگ داری و بالآخر کارگری میکنی، کارگری سنت پیامبر هست. چوپانی سنت پیامبر هست. در تمام عرصه ها سنت پیامبر بر روی من و شما باز هست. سیزدهم ترحم به زیر دستان، یعنی به خادمان و مزدوران، اینها سنت هست که با اونها انسان ترحم داشته باشه. چهاردهم مسواک زدن سنت هست. پانزدهم خوشبویی سنت هست. غسل روز جمعه سنت هست. هفدهم غسل روزهای عیدین سنت هست. اینها همه سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. هجدهم غسل در روز عرفه برای حجاج سنت هست. نوزدهم قبل از غذا خوردن شستن دستها سنت هست. 20 در وقت غذا خوردن بسم الله گفتن سنت هست. چقدر اینها بسیار کارهای آسان، ولی مزد چی؟ مزد کثیری. من سن سنت عند فساد امتی فلو اجر 100 شهید. وقتی به غذا خوردن میشینی بگو بسم الله، خدا برای تو مزد 100 شهید در میده. این چقدر آسان.
چقدر لطف و مهربانی الله سبحانه و تعالی. یک سنت را به جا کردن چقدر واقعا ارزش داره. از پیش خود خوردن سنت پیامبر هست در وقت غذا خوردن، و همچنین شماره 22 رعایت رفیق را داشتن. در وقت غذا خوردن باید انسان رعایت رفیق خود را داشته باشه، با عجله غذا نخوره، حق برادر خود را نخوره. اینها سنت هست. این رهبر بشریت چه نکاتی را برای پیروان خود بیان کرده. من از هزاران سنت فقط شمه و قطره را بیان می کنم. 23 بعد از غذا دست را شستن، شروع به غذا به بسم الله گفتن و ختم غذا را به الحمدلله گفتن. چقدر واقعا سنت های مبارکه. 25 کم خوردن سنت پیامبر هست، کم گفتن سنت پیامبر هست، سنجیده صحبت کردن سنت پیامبر هست، حرف نیکو گفتن سنت پیامبر هست، به غذا عیب نگرفتن سنت پیامبر هست. شماره اش را بیان نکردم چون وقت ما رو به اتمام هست. به غذا عیب نگرفتن یک نکته را اشاره می کنم، این سنت پیامبر هست. بعضی انسان ها به غذا عیب میگیرن، خلاصه به این که این غذا شور هست، این غذا چرب هست، این غذا فلان هست، و تا حتی بدبختانه که به غذا عیب میگیرن، با او سیاسر مسکینی که او غذا را پخته با او هم فریاد میزنن بر سرش. خیلی باید متوجه باشیم که اخلاق پیامبر، سنت پیامبر چنین نیست که اول به غذا عیب بگیری، بعدا هم با عیب غذا بر سر او زن مظلومی که به خانه از نیمه روز شروع کرده برای تو پختن دک. حالا انسان دیگه، گاهی شور میشه، گاهی شیرین میشه، گاهی تروش میشه، گاهی خم میمانه، ولی دل از او هم نمیخواسته. وقتی تو فریاد بزنی تو با طریقه جناب محمد رسول الله عمل نکردی. وقتی فریاد بزنی، بهانه بگیری و به قضاء بگیری، تو سنت پیامبر را ترک کردی. بناءً به قضاء نگرفتن از جمله سنت های پیامبر با انسان هایی که می شناختن و نمی شناختن سلام کردن. 31 امامه، مندیل، دستار، این سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. لحیه، ریش، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. ریشر از آدم تا به خاتم همه انبیا ریش داشتن، این سنت پیامبر هست. زیبایی برای مردها هست، همانطوری که موی سر زن زیبایی برای زن گفته شده، همانطوری که گفته شده برای زن حرام بتراشانه، برای مرد هم حرامه که ریش بتراشانه. ولی یک خواهشی از جوانهایی که این سنت را ترک میکنن، اول و دوم و سوم، که این سنت های پیامبر زنده بشه. یک ریشر میگذاریم مزد 100 شهید. چی خوب است که به خاطر خدا انسان ریش بگذاره، به خاطر خدا امامه بگذاره. اگر یک نظامی بیایه بر سر ما و شما که جبران حتما اگر کسی ریش نداشت باز تهدید بشه، او ریش دیگه باز مزد 100 شهید نداره. به خاطر خدا ریش گذاشتن مزد 100 شهید، به خاطر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم مزد 100 شهید. بناءً آنهایی که اگر ریش را هم میتراشن، لا اقل گناه هم بگردن داشته باشن و خود را تارک سنت هم بدانن که خدای نخواسته اگر کسی ریش بتراشانه و بعد هم قائل به ترک سنت هم نباشه، عواقب خطرناکی داره. سروران عزیز و بزرگوار، چند روز پیش یک جایی نشسته بودیم، خیلی خوشم از یک تاجر آمد. تاجری بود ریشش پاک تراشنده بود. نشسته بودیم، یک برادری از راه آمد و خوش آمد کرد و بعد از خوش آمد گفت حاجی صاحب شما بسیار آدم خوبین. این طرف مقابل وردیش گفت شما بسیار آدم گنده این. این تعجب کرد، گفت بفهمیدی چرا بری تو آدم گنده؟ گفتم به خاطر از این که تو میبینی که من ریشم تراشنده، تو چگونه مرا آدم خوبی میگی؟ تکبیر! به خاطری که پول دارم، به خاطری که ثروت دارم، به خاطری که دارایی دارم. خیلی از او تاجر خوشم آمد، خیلی خوشم آمد. گفتم شاید که آنقدر این حرف ازی به نزد الله مورد قبول واقع بشه که اگر هرچی هم ریش خورد تراشنده باشه همین گپ ازی کفاره بشه، چون گناه رو به گردن خوداشت. گفت گناهکارم،
تاریک سنت هم بنان این سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی حکمت داره سروران عزیز و بزرگوار. بنان از جمله سنت ها یکی امامه هست، دوم لحیه هست که شماره 32 و 33 رسیدیم. سرمه چشم هست. 34 تبسم با همه کس، پیامبر صلی الله علیه و سلم با همه کس متبسم بودن، تبسم میکردن. 35 خدمت به مهمان به اندازه توان، این سنت هست. 36 نظافت بدن، سنت هست. 37 پایبندی به عبادات نوافل، این سنت هست. 38 رفتن به زیارت قبور به طریقه شرعی، سنت پیامبر هست. 39 به عیادت مریض، سنت هست. 40 شرکت در تشییع جنازه برادر مسلمان، سنت هست. این 40 سنت به خدمت شما بیان کردم، اما قطره بود که از این دریا کشیدم، قطره بود فقط. 40 سنت تمام نیه. مسجد داخل میشی پای راست را بگذار، بیرون میشی پای چپ را بگذار. بیت الخلا داخل میشی اول پای چپ، بیرون میشی پای راست. همه این سنت ها هست. امروز بر سنت های پیامبر تحقیقات صورت گرفته که یک نکته که ارتباط به مسواک هست، کسی مسواک میزنه 70 مرضی که در وجود باشه دفع میکنه. امروز اطباء به این نتیجه رسید. این که دیگه حکمت های تلخی جان کندن را خلاصه آسان میکنه، عذاب قبر را آسان میکنه، محبوب الله میشه. همین فضائل مسواک هست. دنیای غرب به این نتیجه رسیده که این رحمت للعالمین چگونه بوده که برای پیروان خود گفته به مسجد داخل میشی پا راست، بیرون میشی پا چپ. بیت الخلا داخل میشی پای چپ، وقتی که داخل میشی پای چپ بیرون میشی پای راست. این چی حکمته؟ چرا به پیروان خود چنین گفته؟ امروز اطباء به این نتیجه رسیدن که وقتی اگر انسان جا در جا سکته کنه، سکته قلبی داشته باشه، با مجردی که قلبش از کار بیفته، پای چپش سستی میکنه، فوراً میفته. به این نتیجه رسیدن وقتی که انسان پار به داخل مسجد میگذاره، پای راست اگر در همون اثنا انسان قبض رو بشه، جسد انسان داخل مسجد میفته. اگر وقتی که بیرون میشه پا چپ پر بگذاره، به همون اثنا قبض رو بشه، پا چپ پر بیرون گذاشته، باز هم داخل مسجد میفته. این کم فضیلته که انسان داخل مسجد قبض رو بشه. وقتی که به بیت الخلا قضای حاجت میره، اول پا چپ بخور میگذاره، به همون اثنا اگر قبض رو بشه بیرون از تشناب میفته. وقتی که بیرون میشه پا راست خور میگذاره، در همون اثنا قبض رو بشه، باز هم به بیرون میفته. این امروز اطباء به این نتیجه رسیده. رحمت للعالمین، طبیب حقیقی من و شما 1400 سال پیش برای ما دستور داده. همه سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم حکمت های فراوانی داره سروران عزیز و بزرگوار. این به طور خلاصه و فشرده 40 سنت بود که بسیار فشرده بیان کردم. هزارها و هزارها سنت هست که باید من و شما آنها را انجام بدیم. حالا چی حکمتی داره؟ چی فضائلی داره؟ چی فایده داره سنت را بجا کنیم؟ فایده هایش اگرچه وقت ما تمام شده، باز هم فایده هایش را به طور خلاصه و فشرده 15 فایده بیان میکنم. اول، اتباع سنت و اطاعت از سنت فواید زیادی دارد. اول اینه که دلها آرام میشه. وقتی انسان عامل به سنت، دل آرام، مطمئن. این فایده اول سنت هست که دل آرام میشه. دوم، روح و روان نشاط پیدا میکنه. امروز دنیا برات نشاط روحی میگرده، خوشحالی روحی میگرده که روح و روانش آرام باشه نمیشود. ولی کسی که عامل به سنت پیامبر باشه، روح و روانش آرام میشه. یک نکته اشاره میکنم از مسواک. هر قدر عصبانی، هر قدر فکر شما به هم خورده هست، هر قدر تشویش دارید، 10 دقیقه مسواک بزنید، تمام خستگی های روحی و جسمی برطرف میشه. امتحان کنید. بناهن این تاثیر و فایده سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. سوم، ایمان مستحکم میشه. ایمان انسان مستحکم. چگونه؟ یک خانه را از سمت میسازیم. وقتی سمت این خانه ساخته شد، روز چندین مرتبه ایر آب میزنیم تا ای که محکم بشه. حالا درسته میگیم لا اله الا الله
محمد رسول الله، شدیم مسلمان ایمان. ولی ایمان باید محکم بشه، مستحکم بشه. به وسیله چی؟ به وسیله سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان مستحکم میشه. این فایده های دنیوی و اخروی داره سنت پیامبر و اتباع سنت و اطاعت سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. چهارم، انسانی که عامل به سنت باشه اصرار و رموز دین و شریعت برایش پیدا میشه، حالتهای برایش پیدا میشه، اصرار پیدا میشه که او وقتی که عامل به سنت شد میدانه، وقتی که عامل به سنت شد میدانه که چی اصراری در دین، چی حکمتهای در این سنت، چی فایده های زیادی هست. پنجم، درهای رزق و روزی بر روی انسان باز میشه، این تأثیر و فایده سنت هست. ششم، علو و درجات پیدا میشه، انسان درجات عالی پیدا میکنه. هفتم، بر نیکی ها افزوده میشه. اینها همه تشریح داشت ولی فهرستوار میگذارم چون وقت تمام شده. هشتم، تقرب به حق تعالی پیدا میشه، انسان محبوب الله میشه، به سوی الله نزدیک میشه. هر قدر انسان پایبند به سنت بشه همان قدر به الله نزدیک میشه. نهم، دوستی از طرف الله برقرار میشه، خیلی مهمه. یحببکم الله فاتبعونی یحببکم الله، این خیلی مهمه. دوستی از طرف ما اگر با الله برقرار بشه، درست ما و شما میگیم ما الله رو دوست داریم، اما کسی که عامل به سنت الله میگه ما او دوست دارم. پس دوستی از طرف الله برقرار میشه برای انسانی که عامل به سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم باشه. دهم، گناهان انسان آمرزیده میشه. با مجردی که انسان سنت را انجام بده، الله وعده فرموده یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. الله میگه شما عامل به سنت شدیم، از پیامبرم اطاعت کردیم، من گناهان شما را میبخشم. یازدهم، رفاقت پیدا میشه، عامل به سنت رفاقت پیدا میشه. با کی؟ من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. عامل به سنت رفیق انبیا میشه، کسی که به سنت عمل کنه رفیق انبیا، رفیق شهدا، رفیق صالحین، رفیق صدیقین میشه. این رفاقت را کی دوست نداره؟ پس هر کس که دوست داره باید عامل به سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بشه. دوازدهم، کامیابی دنیا و آخرت نصیب میشه. فقط فاز فوزا عظیما، کسی که اطاعت از خدا و رسول بکنه رستگاری دنیا و آخرت نصیبش میشه. چهاردهم، عشق و محبت رسول الله زیادتر میشه. پانزدهم، هیچ وقت محتاج به دیگران نمیشه. کسی که عامل به سنت باشه، اگر معامله ما مطابق به سنت باشه، ازدواج ما مطابق به سنت باشه، اگر در تمام عرصه عبادت ما، مسائل عبادی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل خانوادگی، قطعا اگر اینها همه مطابق به سنت باشه هرگز انسان محتاج نمیشه. ولی برادری که امروز عروسی میکنه محتاج میشه، نگاه کنه که عروسیش مطابق به سنت هست یا نیست. اگر کسی اعمال خود را، زندگی خود را مطابق به طریقه جناب محمد و رسول الله انجام داد، اگر او محتاج شد بیای ای خانم را بگیره، بیای شکایت بکنه، بیای بگه نعوذ بالله من ذلک، نعوذ بالله من ذلک، هرچی که تو گفتی نعوذ بالله دروغ هست. امروز زندگی ما مطابق به سنت نیست که ما دوچار مشکلات شدیم. بناهن ازدواج کن به طریقه رسول الله، به طریقه سنت، معامله کن به طریقه سنت. به سیاست داخل میشی، سیاست تو به طریقه سنت باشه. به اجتماع داخل میشی، اجتماع تو به طریقه سنت باشه. معامله میکنی به طریق سنت، اگر ورشکست شدی خلاصه بیا پرسند بکن. بناهن در تمام عرصه ها
سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فایده های خاص خورداره. قرآن میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، در تمام عرصه ها پیامبر برای شما اسوه هست، برای شما الگو هست. بناهن ای طبیب، اگر میخوای طبیب خوبی بشی به طریقه جناب محمد رسول الله عمل کن. ای انجینر، ای سیاستمدار، ای تاجر، ای کارگر، ای چوپان، ای واعظ، هر کدام خلاصه اگر میخواهیم که در تمام عرصه ها موفق باشیم با طریقه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، با سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عمل کن. جامعه ما امروز میگن دوچار مشکل شده. چرا کشورهای اسلامی دوچار مشکل شده؟ به یک ترک سنت. در غزوه احد پیامبر صلی الله علیه و سلم 50 نفر استاده کردن، گفتن این منطقه رها نکنیم، اگر پیروزم شدیم رها نکنیم، اگر شکستم خوردیم رها نکنیم. 50 نفر به سرکرده عبدالله ابن جبیر. فتح و نصرت و پیروزی از آن مسلمان ها شد. داستانش طولانی است، قصهش خلاصه میگویم. وقتی مسلمان ها پیروز شدن، این 50 نفر 45 نفر بالاخره گفتن حالا پیروزی آمده، ما میریم غنایم جمع میکنیم. هر قدر عبدالله ابن جبیر گفت که پیامبر گفته این منطقه رها نکنیم، امر پیامبر باید ترک نکنیم. 45 نفر خلاصه پایین شدن، گفتن حالا پیروزی آمده. دشمن آمد از پشت منطقه، این 5 نفر به سرکرده عبدالله ابن جبیر شهید ساخت و بالاخره آمد با مسلمان ها حمله کرد. در آنجا بود که 70 نفر از مسلمان ها کشته شدند. حضرت حمزه در او غزوه خلاصه مسلح شدن، جگر اینا از بدن بیرون شد و گوش و بینیشان بریده شد و در اونجا جام شهادت نوشیدن. دندان مبارک شهید شد، رخسار مبارک خونالود شد. همه اینا از اثر چی بود؟ از اثر ترک یک سنت پیامبر. در احد یک سنت پیامبر ترک شد، رخسار پیامبر خونالود، کاکای پیامبر حمزه شهید، 70 صحابه شهید. مسلمان ها شکست خوردن. اما امروز که اینقدر سنت ها ترک میشه، ما این پیروز باشیم، ما این سرفراز بشیم، ما این سربلند بشیم، ما این تعالی و ترقی بیایه با ترک یک سنت. با ترک یک سنت. همین بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم تصمیم گرفتن، گفتن این صحابه که منطقه رها کردن با اینها دیگه حرفم نمیزنم، دیگه مشورم نمیکنم، خلاصه اینها در جلسه من نیاین. وقتی که الله سبحانه و تعالی دید که پیامبر از این انسانهایی که درست خطا کردن، لغزش کردن، نافرمانی کردن، حضرت جبرائیل آمد. ای پیامبر و شاورهم فی الامر، با اینها مشوره کن. و اول ابتدا از اون میفرمای فاعف عنهم، اینا رو ببخش، واستغفر لهم، برای اینها مرزش بخوا، و شاورهم، با اینها مشوره کن. فاذا عزمت فتوکل علی الله، بعد عزم کن و توکل با الله بنما. این رحمت الله را نشان میده که صحابه هم ترک سنت کردن، صحابه هم نافرمانی رسول الله کردن، ولی الله عفو است، بخشنده هست، مهربان هست. تو برادر و خواهری که تا الان سنت پیامبر از پیش تو ترک شده، از الان تصمیم بگیر که زندگی تو، معامله تو، کار و بار تو، نشست و برخاست تو، غذا خوردن تو، پوشیدن لباس تو، داخل شدن به مسجد، راه رفتن، بازار رفتن، همه بر طریقه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه و دروازه رحمت الله هم بازه. الان تصمیم بگیری، خدای تبارک و تعالی تو عامل به سنت میگردانه. خدایا همه ما را عامل به سنت بگردان. خدایا زندگی ما را، معاملات ما را، فامیل های ما را، خانواده ما را، تمام نشست و برخاست ما را، ای الله همه حرکات و سکنات ما را بر طریقه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردان. خدایا پروردگارا با برکت کسانی که عامل به سنتن، ای الله بر حال ما رحم کن. خدایا پروردگارا ما را عاشق سنت بگردان. خدایا پروردگارا از تو میخواهیم، ما ضعیفیم، ما
مظلومیم، ما بیچاره‌ایم، ما توان نداریم، نفس و شیطان به جان ما هست، از هر طرف خلاصه دشمنان جنی و انسی آمده تا سنت پیامبر را از ما دور بسازه. یا الله از تو توفیق عمل و سنت میخواهیم. سروران عزیز و بزرگوار، کوشش کنیم که همه عامل به سنت باشیم. خدای تبارک و تعالی همه ما توفیق بده تا اینکه فامیل ها، اولاد ها توصیه به سنت داشته باشیم. یک سنت کسی زنده کنه مزد 100 شهید. کسی که یک سنت را انجام بده چقدر فضائل داره و چقدر درجات داره، چقدر واقعا رضایت الله سبحانه و تعالی کسب میشه. امیدواریم که انشاءالله اگر در هفته آینده و وسط هفته سفر ما شد انشاءالله بار دیگر تکرار می کنم که سلام های شما عاشقان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خواهم گفت. الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده تا اینکه عامل به سنت باشیم، سنت رسول الله را انجام بدیم. خصوصا قشر جوان را توصیه دارم به ای که بعضی جوانان را می بینیم که لباس اونها، سر و صورت اونها اصلا شباهت به طریقه جناب محمد رسول الله نداره. بنابراین او جوان عزیز اگر عزت میخوایی، تعالی میخوایی، ترقی میخوایی، پیشرفت میخوایی، عزت دنیا و آخرت میخوایی، خلاصه قرب طریقه جناب محمد رسول الله عیار کن. خصوصا از بعضی از جوانهایی که خدای نخواسته ریشر استهزا میکنن به این شکل که به عنوان امروزی میگن نمیفهم فرانسوی هست یا چی هست. خیلی سخته که رسول الله شو تا صبح از غم من و تو گریه کرده، من و تو امروز ریشر فرانسوی بزنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به پاهای نازنین سنگ خورده، با شکم سنگ بسته کرده به خاطر من و تو، به خاطر که من و تو به بهشت بریم، به خاطر که من و تو سرفراز دنیا و آخرت بشیم. اما امروز ما لباس سنت در کنار بگذاریم، لباس یک اروپایی، یک غربی، یک بچه فیلم رو بتن کنیم. همین قدر اگر به بهشت هم بریم به صحرای محشر رسول الله بگم که ای امت من، لباس من همیقدر کم ارزش بود که تو رفتی دنبال یک لباس مسیحی، یک لباس یهودی، یا ای زن مسلمان، ای دختر مسلمان، تو که دختر ما بودی، فرزند ما بودی، چرا لباس فاطمه انتخاب نکردی؟ چرا لباس عایشه انتخاب نکردی؟ رفتی یک لباس اروپایی و هندی و اینها. به همون جا به صحرای محشر چقدر انسان شرمنده میشه. بنان از عموم خواهران من تقاضا دارم که لباس های اروپایی و غربی و هندی و اینا کنار بگذارم. او کسی که لباس هندی میپوشه او نه انتظار بهشت داره، نه انتظار لقای الله داره، نه انتظار شفاعت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم داره. ولی تو مسلمان کسی هستی که انتظار عزیر داری که به صحرای محشر در کنار فاطمه الزهرا، در کنار زینب و ام کلثوم حشر بشی، در کنار خدیجه الکبری حشر بشی. تو جوان مسلمان، این آرزوی من و تو هست که در زیر سایه عرش الله قرار بگیریم. بناهن این 4 روز دنیا میگذره. این بزرگان و موسفیدانی که اینجا نشسته هستن فردا من و تو هم موسفید میشویم. شاید این موی سفید برای من و تو میسر بشه یا نشه. بناهن 4 روزی که در دنیا هستیم با رسول الله زندگی کنیم، ارتباط خود را با صاحب مدینه برقرار کنیم. حالا درست شاید نتوانیم که ما مو به مو شریعت را اجرا کنیم، ولی قیافه ما باید قیافه مسلمانی باشه، باید سر و صورت ما سر و صورت مسلمانی باشه. بناهن به این واسطه این را اشاره می کنم. خدای نخواسته این حرفا حرفی نیست که دل جوانها بشکنه. میدانیم هر سنتی که ترک بشه دل پیامبر مشکنه. با یک سنت، با ترک یک سنت دندان مبارک شهید شد، رخسار مبارک خونالود شد. با ترک هر سنتی که ما انجام بدیم قلب پیامبر جریحه دار میشه، قلب پیامبر ناخشنود میشه از من و شما. خدای تبارک و تعالی توفیق بده. من انشاءالله میگویم به دربار رسول خدا که ای رسول خدا، من وقت طرف شما می آمدم از سنت های شما گفتم،
پیر و جوان گریه می کردن، آنهایی که تارک سنت هم بودن گریه می کردن، همه عاشق بودن. انشاءالله سلام های گرم شمار و این ناله و فغان و این فریاد شما را با رسول معظم اسلام تقدیم خواهم کرد. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.